درود و وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سمین هستم از کانال یوتیوبی استرولوژر فارسی. در این ویدیو تصمیم گرفتم که در این شرایط بحرانی و حساس بیام و به عنوان یک شهروند که فعالیت سوشیال مدیا انجام میدم و پیش از اون به عنوان یک ایرانی با دانش اندکی که دارم بهتون چند نکته رو در مورد این شرایط حساس یادآور بشم. خب همه ما میدونیم که انقلاب پروسه‌های مختلف و پیچیده‌ای داره و یکی از مهمترین عواملی که باید در یک انقلاب مردم به اون هوشیار باشن سیاست‌ها، دسترسی‌ها و ترفندهایی که اون ساختار و اون قدرت در رأس یک کشور که به سقوط در حال نزدیک شدن همه تلاشش رو میکنه تا مانع اون انقلاب بشه و موندگاری خودش رو بتونه تثبیت بکنه. اما وقتی که همه شگردای مختلف خودش رو برای موندگاری انجام داد یا دیگه تمام سناریوهایی که از پیش ریخته شده بود نخنما شده بودن و دیگه مردم به سناریوهایی که اون حکومت برای موندگاری همیشه ترتیب میداد آگاه شدن، میاد همون سیستم در رأس قدرت میاد و در یک قالب و پوستین جدیدی حتی به عنوان مخالف اون قدرت در رأس قد علم میکنه. یعنی قدرت در رأس به چند تیکه تقسیم میشه و همون قدرتی که در پشت پرده هست میاد علیه همون سیستمی که روی کاره به عنوان یک مخالف قد علم میکنه، در صورتی که هر دوی اینها یکی هستن. و این یکی از مسائل بسیار بسیار مهمیه که ما باید این روزها به این آگاه باشیم. اینکه مخالفین واقعی و مبارزین واقعی و راستین رو بتونیم با مبارزین دروغی و 2 هفته 3 هفته 1 ماه 2 ماه 5 ماه یک دفعه بولد شده تشخیص بدیم و متوجه بشیم که چه کسی حقیقتاً مبارز واقعی و یک پروسه و یک میشه گفت عقبگردی به زندگیش داشته باشیم، ببینیم که این آدم در گذشته چه کاره بوده، چند وقته که به یک مخالف تبدیل شده و آیا کارنامه سیاهی ازش به جا نیست، آیا کارهایی نکرده که بخواد در دفاع از اون حکومت حتی در گذشته اون شخص باشه. و این بسیار مهمه. میدونم که شاید بگین خب ممکنه یه نفر در گذشته اومده باشه دفاع کرده باشه از یک سیستمی و بعدش پشیمون شده باشه. بذارین همینجا براتون روشن بکنم که شخصی که به یک سن میشه گفت میان سالی میرسه دیگه تفکر سیاسی اون شخص نمیتونه تغییر بکنه مگر در مواقع استثناء. و اگر شخصی میاد وانمود میکنه که من در گذشته این چنین بودم و الان جور دیگری هستم، ما باید بنا رو به این بذاریم که این شخص هنوز از خود مردم و دوستدار آزادی نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس باید خیلی به پیشینه افرادی که مخالف هستن توجه بکنید. اینکه اون آدم چقدر اون مخالفتش قدمت داره و چندین ساله که الان مخالف اون گروه در قدرت شده و چرا رسانه ها در یک پروسه زمانی اون رو به این اندازه بولد میکنن. آیا از روی ترحمی که مردم به اون شخص دارن؟ آیا از روی اسطوره سازی که رسانه ها اون شخص رو انجام میدن برای دلایل دیگه ای داره؟ یکی از نکاتی بود که گفتم یادآور بشم. نکته دیگه در مورد پرچم ملی ایرانه، یعنی پرچم شیر و خورشید نشان. خب همه ما میدونیم که پرچم شیر و خورشید خیلی قدمت طولانی داره برای ما ایرانی ها. حتی قدمت اون به دوران هخامنشی و ساسانی برمیگرده. عده‌ای این شیر و خورشید رو میگن پس از ورود اسلام به ایران اومده، در صورتی که اینطور نیست. این شیر و خورشید نشون دهنده بارز صورت فلکی شیر هست یا لیو که در موقعی که در نشان خورشید قرار میگیره قدرت خودش رو ثابت میکنه. و یکی دیگه از
معنی هایی که این شیر و خورشید داره کاملا برمیگرده با آیین میترائیسم. میترا خدای ایرانیان باستان همیشه با یک شیر به همراه یک شیر در کتیبه ها ظاهر می شده و به تصویر کشیده می شده و این رو حتی میتونیم در کتیبه های زمان هخامنشیان هم ببینیم. پس این شیر و خورشید به هیچ عنوان ربطی به اسلام نداره. حتی اون شمشیری که توی دست شیر هست، شیر روی پرچم، میگن این شمشیر ذوالجنان علی ابن ابی طالبه، در صورتی که اینطور نیست. وقتی که مطالعه بکنیم متوجه میشین که شمشیری که متعلق به علی بوده یک شمشیر دو لبه بوده و به هیچ عنوان اون شمشیری که در دست اون شیره نمیتونه شمشیر علی باشه. این یه نکته دیگه. و نکته مهمتر اینه که این پرچم نمادی از فرهنگ و هویت ملی ما ایرانی است، نمادی از تمامیت ارضی کشور ماست و به هیچ عنوان به حزب، گروه، دسته و یا نوع سیستم حکومتی خاصی ارتباط نداره. پس اگر تجمعاتی تشکیل میشه در خارج از کشور و این پرچم ملی ایران که نشون دهنده تمامیت ارضی ایرانه و تمام قوم‌ها و تمام ایل و طایفه های ایران رو تحت پوشش قرار میده، این پرچم، از ورود این پرچم به اون تظاهرات و تجمعات جلوگیری میکنن، باید به اون تجمع و اون اعتراضات شک کرد، چرا که افراد در اون گروه یا تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت نمیشناسن و از گروه های تجزیه طلبانه تشکیل شدن و یا گروه های تراجنسیتی و فمینیستی و گروه های چپ و یا جهان وطن در اون تجمع شریک هستن. این نکته دیگه است که باید توجه داشته باشیم. پرچم شیر و خورشید به هیچ عنوان ارتباط با سیستم حکومتی خاصی نداره و این یک پیشینه طولانی داره و پرچم یکی از مهمترین و اصلی ترین نمادهای بارز هویت ملی یک جامعه است. نکته بعدی در مورد تمام اعتراضاتی که تشکیل میشه در برون مرز، اینی که در اون اعتراضات چه شعارهایی داده میشه بسیار اهمیت داره، به چه کسانی تریبون داده میشه بسیار اهمیت داره. اینکه چرا به افراد ملی و افرادی که پرچم شیر و خورشید در دست دارن هیچ گونه تریبونی در رسانه ها و در تجمعات داده نمیشه، یکی از دلایلی هست که باید عمیقاً به این مسئله فکر بکنیم. میدونم که الان بعضی از شما خیلی خسته شدین از شرایط کنونی و همتون بر پی این هستین که اتحاد حاصل بکنیم. تو رو خدا فقط اتحاد بکنیم، این چیزا بمونه برای بعدن. بذارین بهتون بگم که اگر ما در حال حاضر روی یک پرچم نتونیم با هم دیگه به توافق برسیم و یا افرادی باشن که اونا بخوان پرچم ملی ایران رو از اعترافات حذف بکنن، مطمئن باشین در فردای فروپاشی و به قدرت رسیدن این افراد دونه به دونه افرادی که ملی و میهنی هستن و یا مخالف عقاید اونها رو دارن از میدون به در میکنن. وقتی که تعیین تکلیف میکنن که پرچم در یک تظاهرات با خودتون نیارین، مطمئن باشین این افرادی هستن که اگر فردا فروپاشی اتفاق بیفته اول از همیان قدرت رو به دست میگیرن و تمام دیگر اندیشان رو اولین کاری که میکنن سرکوب میکنن. و نکته بعدی که بسیار بسیار از این دو چیز دیگه‌ای که گفتم مهمتر هست، حق انتخاب مردم ایرانه. این که در فردای پس از فروپاشی مردم بتونن در یک رفراندوم کاملا ترتیب داده شده و قابل اطمینان رأی خودشون رو در صندوق بیاندازن و نوع نظام آینده رو تعیین بکنن. من دیدم که اینترنشنال اومده بود بیانیه‌ای صادر کرده بود که فعالین داخل کشور به آقای حامد اسماعیلیون گفتن که شما بیاین رهبری اعتراضات رو به دست بگیرین و به یک جمهوری سکولار دموکرات بعدش ما برسیم. اولی که اسامی اون افرادی که اومده بودن به آقای حامد اسماعیلیون گفته بودن بیاین رهبری اعتراضات رو به دست بگیرین و ایران اینترنشنال منتشر نکرده بود. و ما از کجا بدونیم که اون افرادی که در داخل کشور بودن به ایشون گفتن که بیان رهبری اعتراضات رو به دست بگیریم
از اصلاح طلبا و استمرار طلبان نباشن، چون اسامی اونها چرا نباید منتشر بشه. و دومی که وقتی دارم میگم ما به یک جمهوری سکولار دموکرات برسیم، یعنی دارم پیش حق رفراندوم که یک حق ملی و یک حقی هستش که مردم ایران دارن بابتش خون میدن رو از مردم میگیرن و پیش میگن یک جمهوری سکولار دموکرات، در صورتی که میزان افرادی که به پادشاهی گرایش دارن کم نیست. پس این افراد دارن از قبل و از پیش برای شما تعیین تکلیف میکنن. پس مطمئن باشین این نمیتونه یک انقلاب ملی باشه و پس از رسیدن به قدرت مطمئن باشین دگراندیشان رو هم سرکوب خواهند کرد. اما اون کسی که میگه ما می جنگیم، ما مبارزه میکنیم برای اینکه بتونیم در فردایی که فروپاشی اتفاق افتاد با میزان رأی ملت نوع حکومت و سیستم رو تعیین بکنیم، اون افراد هستن که قابل اطمینان هستن، نه اون افرادی که از پیش جمهوری رو در یک پوستین قشنگ کادو پیچ شده ولی در درون متعفن دارن به مردم ایران القا میکنن. حواسمون باشه که این انقلاب به دست فمینیست ها، مارکسیست ها و جهان وطن ها دزدیده نشه، چون کسانی که نمیذارن پرچم ملی ایران که نشانی از تمامیت ارضی ایرانه در اعتراضات شرکت داده بشه، پس دارن برای چه کشوری اعتراض میکنن؟ دارن برای دفاع از چه چیزی اعتراض میکنن؟ تریبون به دست کسانی داده میشه در اعتراضات که دارن از فلسطین دفاع میکنن. پس اونا چه فرقی با سران فعلی که در جامعه ایرانی در حکومت جمهوری اسلامی حاکم هستن دارن؟ تفاوت این دو چیه؟ وقتی که اونها دارن از فلسطین دفاع میکنن در صورتی که مردم ایران دارن گلوله میخورن توی ایران. باید بفهمیم و متوجه باشیم که انقلاب ملی ایران که این همه خون جوانان و نوجوانان به پاش ریخته شده توسط فمینیست ها، که فمینیست یکی از شاخه های گرایشات چپ هست، مارکسیست ها و جهان وطن هایی که براشون مرز بندی هیچ گونه اهمیتی نداره، دزدیده نشه. پس یکی از اصلی ترین چیزهایی که میتونید به اعتراضات اطمینان کنین حضور پرچم ملی ایرانه. امیدوارم که آگاه باشیم، بیشتر مطالعه بکنیم و در این برهه حساس به هر کسی و هر چیزی شک بکنیم. بدونین که شک کردن بد نیست، بلکه شک کردن یکی از اصلی ترین و مهمترین چیزهایی هست که میتونه اتفاق بیفته تا ما بتونیم به حقیقت واقعی پی ببریم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.